سلام، شما بیننده خبر از کانال یوتیوب افغان ورلد نیوز هستید. در این گزارش نگاهی داریم به باران و برف‌های اخیر در افغانستان و تاثیر مثبت آنها بر کاهش خشکسالی و بهبود وضعیت کشاورزی و منابع آبی آن. بر اساس گزارش اداره هواشناسی افغانستان، میزان بارندگی و برف در سال جاری نسبت به سال گذشته افزایش داشته است. این بارش‌ها به ویژه در مناطق مرکزی، شمالی و کوهستانی زمین‌های کشاورزی را مرطوب کرده و منابع آبی را برای مردم تأمین کرده است. کشاورزان و دامداران ابراز خوشحالی کردند که با وجود خشکسالی دوامدار، باران‌های اخیر زمین‌های آنها را دوباره حاصلخیز خواهد کرد. در همین حال، سازمان‌های بشردوستانه و کارشناسان کشاورزی نیز تاکید کردند که این بارش‌های مثبت فرصت مناسبی است تا برنامه‌های مدیریت آب و کشاورزی مقاوم به خشکسالی به طور مؤثر پیاده شود و امنیت غذایی مردم افزایش یابد. به طور کلی وضعیت بارش‌های اخیر نشان می‌دهد که طبیعت افغانستان حتی در مناطق خشک هنوز توان احیای زمین و تقویت منابع آبی را دارد. این خبر خوبی برای کشاورزان و مردم افغانستان است و نوید امید و زندگی بهتر و امراه دارد.